امجا یک آدم سوال داده است. میگوید که زنها آیا احرام میپوشد در حج؟ زنها احرام میپوشد به معنای که یعنی همون لباسی معمولی، لباسی که هر روز پوشیده میگردد، سطر و حجاب همون میپوشد. یعنی احرام مردها نمیخرد. یعنی دو پارچه لباس که نمیپوشوند زنها همه جاش عورت است. همه جای پاها، دستها، همه جا غیری همین در ایام حج و عمره دست پوشک نمی پوشد. این هم برای حاجی مرد هم برای حاجی زن است. روش هم حرکت میکند، در بین زنها باشد کشادگی ایستد. اگر مردی بیگانه آمد بعد یک پارچل متاب در پشتی سرش باقی ایستد، امی خیلی میپرتد. اگر مردهای بسیار بیاد، مردی بیگانه بیاد و ایلا کشادگی باید ایستد روش هم. در اثنای از لبیک حجن لبیک عمرتن گفته به داخل عبادت حج و عمره که در آمد تا حلال شدنش، تا موشه قیچی کردنش، یعنی که روش باید کشادگی است. احرام نمی پوشد زنها. بعضی راهبلتا نعوذ بالله به زنها احرام خرانده بود یک سال، همه خرانده است، خرید آمفته است، می پوشید. بعد با خبر شده گفتیم نه ممکن نیست. خلاصه اینا وقتی که در کتاب ها میخوانید که زنها احرام میبندند به معنای که نیت میکنند، یعنی لبیک حجن یا لبیک عمرتن میگویند و این چون احرام زنها همون لباساشون است.